و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای محمد، ما تو را نفرستادیم مگر اینکه مایه رحمتی برای جهانیان باشی. رسول خدا صلی الله علیه وسلم هیچ وقت پاسخ منفی به سوال کننده ای نمیداد و درخواست سوال کننده ای رو رد نمی کرد. معروفه روزی از روزها مجموعی از صحابه با هم بودند و در مورد عبدالمطلب ابن ربیع ابن الحارث و الفضل ابن العباس با هم دیگه صحبت میکردن و العباس ابن عبدالمطلب که عموی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بود و ربیعت ابن الحارث بحث صحبت میشد به این که کسی را بفرستیم تا نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم اموال صدقاتی رو برای ازدواج و عروسی در واقع فضل ابن عباس و عبدالمطلب ابن ربیعه که دو جوان بودن از رسول خدا صلی الله علیه وسلم درخواست کمک کنند. حضرت علی آنجا بود. ربیعه و عباس به حضرت علی خطاب کردند که ای علی، برو نزد رسول خدا و اموال صدقات برای ولیمه عروسی و ازدواج عبدالمطلب ابن ربیعه فرزند ربیعه و فضل ابن عباس از رسول خدا درخواست اموال کن، صدقات کن تا بده. حضرت علی رضی الله عنه فرمود که بیچون من این کار نخواهم کرد. ربیعه ابن الحارث گفت که تو حسودیت میشه، چون داماد رسول خدایی حسودیت میشه که رسول خدا اموال صدقات رو به عبدالمطلب فضل بده برای ازدواج اونها. حضرت علی رضی الله عنه فرمود که خب شما برید تا ببینید پاسخ چه خواهید شنید. گفت اگر هر دو نفرتون رو رد نکردن و هر دو نفرشون رو رد نکرد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، میرفتن از رسول خدا صلی الله علیه وسلم و این درخواست را از رسول خدا صلی الله علیه وسلم کردن. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مدتی ساکت نشست و چیزی نگفت. سپس دو نفر از انصار اونجا بودن که دختران دم بخت داشتن. رو کرد به اون دو نفر و گفت که تو دختر خودت رو به عبدالمطلب بده و به اون یکی گفت تو دختر خودت رو به فضل ابن عباس بده. که هر دو نفر درخواست حضرت رسول را پذیرفتند و رسول خدا صلی الله علیه وسلم مقداری اموال هم به اونها داد برای ازدواج. این عادت بارز رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود. هیچ درخواستی یا ندرت پیش میاد، مواردی رخ داده باشه در سیرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم که درخواستی را رد کرده باشه. و این مصداق آیه قرآنه و انک لعلی خلق عظیم، در اخلاق بالایی هستی. معروف احترام رسول خدا صلی الله علیه وسلم بی خویشاوندانش به مراتب بیشتر از احترام و بیشتر از نیکی به غریبه بود و این مصداق آیه قرآنه. آیات قرآن به کرات تأکید کرده به نیکی به ذوی القربا و بعد به نیکی به غریبه. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن صدقه علی الرحم صله و صدقه، کمک کردن به اقوام به خویشاوندان دو اجر داره، هم اجر صله رحم داره و هم اجر در واقع صدقه داره. معروف در غزوه بدر، قصه غزوه بدر رو همه شنیدیم. بعد از این که مشرکین مکه شکست خوردن و واقعا شکستی زمینگیر بود، رسوا کننده بود برای مشرکین مکه، با اون لشکر و با اون تجهیزی که در واقع داشتن. اسرای مشرکین مکه در بین اسرا عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بود. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دید که عباس برهنه است، لباس نداره، ازاری پوشیده بود و برهنه بود. عموی رسول خداست. ببینید پارتی بازی نیست که بگه عموی منه در بین اسیران. عموی کیه؟ پیامبر خداست، عموی فرمانده، عموی رهبر. و حتی احساس میشد که عباس مسلمان هست و ناچار بود که در صف مشرکین بجنگه، اما به هر صورت
قانونه، پارتی بازی نیست. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میخواست نیکی به عموش کرده باشه. در بین صف اسرا که بود لباسی برای عباس پیدا نشد که عباس لباس بر تن کنه. تنها کسی که، چون عباس قد قواره بلندی داشت و در واقع قوی هیکل بود و فقط عبدالله ابن ابی ابن سلول سردسته منافقین در قد و قواره عباس بود. تنها لباس عبدالله ابن ابی ابن سلول به در واقع قد و قواره عباس میخورد و به عباس دادن و لباس عباس لباس عبدالله ابن ابی سلول رو پوشید و به همین دلیل زمانی که عبدالله ابن ابی سلول از دنیا رفت، رسول خدا صلی الله علیه وسلم لباس خود رو به عنوان کفن به نام درخواست عبدالله ابن ابی ابن سلول لباس را به اون پوشاند و با لباس رسول خدا دفن شد، تا اینکه در واقع اون دینی که بر گردن رسول خدا اگر بود یا در واقع این منتی به نحوی احساس میشد، با این قضیه اون منت هم رفع شده باشه. این نمونه بارزی از اخلاق رسول خدا صلی الله علیه وسلم رفتارش با عموش بود. در واقع مورد دیگری مثل همین پیش میاد که بعد از فتح بحرین اموالی از بحرین، غنایم جنگی از بحرین به سمت مدینه آورده میشه. اموال زیادی در مسجد پیامبر خدا غنایم جنگی ریخته بود و رسول خدا از کنار اون عبور کرد و توجهی به اون نکرد. مسلمانان، برخی از مسلمانان اموال را از اون اموال غنیمت گرفتن. عباس نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد و گفت رسول خدا من غنیمت جنگی مال میخوام. رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت بردار بگیر. عباس لباس رو، ازاری که در واقع داشتن، لباس رو کل پهن کرد، فرش کرد و هرچی غنایم اونجا بود، مقداری که بر صورت به اندازه اون پارچه بود، همه ریخت. میخواست بلند کنه، چنان زیاد بود که نمیتونست بلند کنه. گفت ای رسول خدا یک نفر بفرست کمکم کنه تا این وسایل، این غنایمی که من الان میخوام ببرم خونه کمکم بده. رسول خدا گفت نه خیر، خودت بلند کن. چون میدانست اگر کسی بفرسته نفر دومی میخواست، نفر سومی میخواست و به دیگر مسلمانان شاید ظلم میشد. هر کسی به اندازه توان خودش از اون غنایم جنگی بایستی میگرفت. حضرت عباس رو کرد به حضرت علی، گفت علی بیا کمکم بده. حضرت علی چون فهمید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیخواد اموال زیادی رو در واقع برداری، گفت نه منم کمک نمیدم. عباس دوباره تکرار کرد، رسول خدا پاسخ منفی مجددا داد. دوباره تکرار کرد حضرت علی مجددا پاسخ منفی داد. حضرت عباس در اون شرایط بخشی از اموال غنایم رو دور ریخت، سر جای اول برگردوند و سپس بلند کرد و به سمت منزل برد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه به عموهای خود نیکی میکرد و این همان مصداق آیه قرآن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. إلا رحمة للعالمين.